خب سلام، امروز اومدیم با 4 چراغ کردن موتورهایی که به صورت فابریک 4 چراغ ندارن. حالا این کار به چه صورته؟ به این صورته که شما وقتی کل چراغ رو باز میکنید، این کل چراغ، خب این کل چراغ معمولا هم با پیچهای آلن بسته شده به این صورته که آچار خودش هم داره. وقتی باز میکنید دو تا سیم به صورت که کانکتورش به این صورت به یک راهنما بسته شده و دو تا هم سیم که مثل همونه فقط با رنگ‌های مختلف به راهنمای سمت دیگه ای بسته شده. حالا به چه صورته؟ توی این راهنماها دو تا سیم همرنگ داریم، یعنی ببینید کانکتور رو الان بررسی کنید، این مال سمت چپه، این مال سمت راست. خب میبینیم که دو تا سیم همرنگ داریم. تو این سیم سبز، خب اگه درست پیدا باشه این سبزه، اینجا هم همین سبزه. این دو تا سیم همرنگ نول این راهنما با حساب میاد و ما به این کاری نداریم. اون سیمایی که رنگشون متفاوته، مثلا اینجا نارنجیه، اینجا آبیه، این دوتا باید با هم توسط یک کلید که این کلید حالا میتونه از دیجی کالا یا هر سایت های دیگه خرید کنید یا برید مثلا حضوری خرید کنید، کلید قطع وصله، به راحتی هم وصل میشه توسط دوتا پیچ، راحت میتونید سفتش کنید دست موتور. وقتی که وصلش کردید دو تا سیم داره که به این صورته. شما باید یه سیمشو بزنید به یک رنگی که بهتون گفتم، مثلا به این رنگ آبی، یه سیم یه سری دیگه شو بزنید به اون نارنجیه. خب حالا ممکنه توی موتور شما این رنگ متفاوت باشه. خب حالا چه جوری عمل میکنه؟ وقتی که شما میاید سویچ رو وصل میکنید، این دو تا سیم آبی و نارنجی با هم وصل میشن و چهار چراغ رو شکل میده، یعنی چهار چراغ براتون عمل میکنه. وقتی که قطعش میکنید دیگه با هر چپ و راستی که بزنید فرق نداره، هم چپ هم راست. یه نکته دیگه که یادم رفت اینه که وقتی وصلش میکنید چهار چراغ به همون موقعی که میزنید وصل نمیشه. کی وصل میشه؟ وقتی که شما یا چپ بزنید یا راست، اون موقع است که وصل میشه. چون ما داریم به صورت حالا غیر اصوله، این کار غیر اصولیه چون خود سازنده های شرکت نیومدن داخل موتور این رو تعبیه کنن، پس ما به صورت غیر اصولی داریم خودمون تعبیه میکنیم. اصولش اینه که شرکت سازنده بیاد با ECU یه کاری بکنه که ECU فرمان بده، اینجا هم یک چراغ باشه، مثلا یه سویچ باشه، وقتی که میزنی چهار چراغ متصل باشه. من نمیدونم که چرا شرکت های حالا موتور سازی این چهار چراغ رو تعبیه نمیکنه. این از این. حالا وقتی وصل شدم که اینو وصل کردم به این دوتا کانکتورها، براتون ادامه فیلم رو میذارم. خب وقتی که سویچ قطع و وصل رو وصلش کردیم به این صورت شما میتونید اینطوری وصلش کنید که ابتدا سریع کانکتور خود سویچ که آماده هست رو بچینید و بعد سیمش رو به این قسمت لحیم کنید. میتونید این کار رو انجام بدید مثل من. این طرف هم همینطور که الان چسبم زدم دیگه که آب بندیش کامل که توی موقع بارندگی اینا اتصالی چیزی نکنه. و در نهایت هم پروژه به این صورت میشه که شما وقتی که راهنمای الان من هر طرف از راهنما رو بزنم موتور چهار چراغه، وقتی سویچ رو قطعش کنم فقط یک طرفه. الان بزنم راسته، بزنم چپ. اگر سویچ رو دوباره وصلش کنم بدون که دست به اون قسمت بزنم چهار چراغ عمل میکنه. ببینم از این قسمت اگر سوالی بود بپرسید، در خدمتیم.